إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدة طیبة و رب غفور. در آیات قبلی الله تبارک و تعالی داستان پدر و پسر دو انبیاء علیهم السلام داوود و سلیمان علیهم السلام علا بیان کرد. الله تبارک و تعالی در قدرت ازوا بسیار چیزا را داده بود و برای ازوا رام ساخته بود. آن چیزایی که در عادت مردم و چیزا و بسیار سختی ذوب میشه و آب میشه و او چیزایی که حتی در تسخیر انسان آمدم نمیتونه الله تبارک و تعالی برای ازوا مسخر کرده بود. دو نمونه بودن که از نعمتهای الله تبارک و تعالی شکرگزاری درست کردن، یعنی شکرگزاری درست انجام دادن. الله تبارک و تعالی این دو نمونه را به می خاطر ذکر کرد که هرگاه الله بالای کسی انعامات خود ارزانی میکنه از زمین انعامات الله، از زمین نعمتهای الله استفاده درست بکنه، نسبت نعمت به الله تبارک و تعالی بکنه، در قلب بگویه که نعمت دهندهش الله است و به زبان حمد و ثنای الله را بگویه و در اعضای خود یعنی عملا امی نعمت شکرگزاریش بکنه، استفاده از این نعمت به طریق درست بکنه. مثل که داود علیه السلام و سلیمان علیهم السلام از نعمتهای بزرگ الله در راه دعوت دین استفاده کردند. ذریعه ها را برای جهاد ساختن و حرکت سلیمان علیه السلام هم برای آبادی مساجد برای دعوت دین بود. همچنان سری جنیات هم کارای را انجام داد که کلش برای منفعت دین بود. خب در آخر الله تبارک و تعالی گفت که اعملوا آل داود شکرا. در کلمه اعملوا اشاره به این میکنه که اصل جنبه شکر جنبه عملیش خیلی قوی است. یعنی شکر تنهایی را نمیگه که ما در زبان بگیم که شکر الله یا بگیم الحمدلله. شکر در عمل باید دیده شود و پیاده شود که واقعا کدام نعمتی که الله برات داده تو از او استفاده درست کرده ای یا نادرست کرده ای، اینی را میگه شکر ادا کردن. یعنی شکر سه قسم شد، به زبان، به قلب و به عمل. شاکر درست شکرگزار که الله تبارک و تعالی توصیفش بیان میکنه همون شکرگزاری است که در سه محل شکرگزاری الله را بکنه و اینطوری مردم واقعا خیلی کم است. چرا؟ الله تبارک و تعالی برای ما صحت داده، برای ما اعضای سالم داده، برای ما دیگه نعمتهای خارجی خیلی زیاد داده، اما خیلی کم مردم است که از امی اعضای خود، از امی قوت خود، از امی صحت خود، از امی قابلیت خود، از امی نعمتهایی که الله خارجی برشان داده استفاده درست بکنه و او را سوق بده در راهی که رضامندی الله تبارک و تعالی است. از امو خاطر الله گفت و قلیل من عبادی الشکور. بعد از الله تبارک و تعالی برای بیدار ساختن و آگاه ساختن مردم و قدرت‌های جهانی یک تنبیه و آگاهی داد. سلیمان علیه السلام با اونمو عظمت و بزرگی پادشاهی است، پادشاهیش روزی فرا رسید که تنها وینه یا کرمی که چوب میخورد. آخر زوال پادشاهی سلیمان علیه السلام توسط ازو شد. از همون خاطر پشت سر داستان سبا را بیان میکنه. قوم سبا که اصل نامی از عبدالشمس است و بچه یشحب نام داره. بعد از او یشحب بچه عرب است، عرب بچه قحطان است که سلسله عرب است. 10 پسر داشت، 6 پسر از این طرف یمن رفت و 4 پسرش طرف شام رفت. بعد از او از این قوم ها و قبیله ها جدا شده در تمام سرزمین ها پراگنده است. روزی بود که تمدن بزرگ جهان قوم سبا تشکیل داده بود. زندگی خیلی مرفه داشتن، از استعداد خود کار گرفته بودند. الله تبارک و تعالی نعمتهای خیلی بزرگ برشان ارزانی کرده بود. سرزمین خیلی سیلزاره گرفتن تبدیل کردن به یک سرزمینی که واقعا شاداب شد، پر درخت شد و یک وادی یا منطقه پر سرسبز بود که هیچ پرسان نکو. قرآن از او به بلدتون طیبتون تعبیر کرده. یعنی قانون است که هر انسان باید از او استعدادی که الله برش داده، از او قابلیت که داده از او استفاده بکنه. او مردم توانست
امی مناطق سیلزار خود تبدیل کنه به یک وادی خیلی مثمر و خیلی حاصلخیز. چه رقم؟ آبها را از هر جا جمع کردن و سد عظیم یعنی بند عظیم جور کردن. قرآن از اول ای درس به مردم داده. دنیا نو متوجه بود که چه قسم شده میتونه ما از این آبهایی که الله بر ما روان میکنه استفاده عظیم بکنیم. قرآن از او تاریخ بر ما ای را بیان میکنه که آبها را که الله روان میکنه استفاده از این از طریق بندها میشه. از همون خاطر کدام منطقه که قابلیت بند داره مردم رو بند جور بکنه، بعد از او زمینا هم پیدا میشه زراعتی و بند برق هم عالیونه و بند برق جور شدن تمامی وسایل رفاه و آسایش برای مردم چی میشه؟ آماده میشه. دنیا امروز سر اینمی نقطه تحقیق میکنه، ولی قرآن 1400 سال پیش امی موضوع را در مردم قوم سبا بیان میکنه که مردم همونطور بند داشت، اما مراقبت از بند ضروری است. قرآن چی درسای عظیم میده؟ اگر انسان حفاظت آن چیزی که تمام زندگی تو وابسته به اوست حفاظت نکردی، روزی فرا میرسه که همه درباد شود. امی بند قوم سبا توسط موشهای صحرایی که دو سوراخ شروع کرده بودند و این مردم مست شدند، غرور پیدا کردن، نعوذ بالله غفلت ورزیدن از یاد الله، شکرگزاری نعمت الله را نکردن. روزی فرا رسید که بند یک دم خطا میخوره، میده میشه و همه کشت و زراعت و خانه ها مبدل و ویرانه میگرده. الله تبارک و تعالی اشاره به این میکنه که اونجا پادشاهی های بزرگ انبیاء علیهم السلام که مال از نعمت الله بود چقدر شکرگزاری درست میکردن، تقسیم کرده بودن اوقات خدا. داود علیه السلام یک روز روزه میگرفت، یک روز میخورد. لحظه های شب در بین عیال خود تقسیم کرده بود که هیچ شب باید تورتیر نشوه که یک ساعت شب از جمله خانوادش عبادت نکنه. به این سیستم و شکرگزاری نعمتهای الله را میکرد. اما بالمقابل قوم سبا که متمدن ترین قوم بود در اون زمان، چون که غفلت ورزیدن از یاد الله و از نعمتهای الله استفاده درست نکردن، در کدام سرحد رسید. الله تبارک و تعالی با سرگذشت این دو داستان متضاد برای ما این یاد میده که هر انسان سر قدرت و مال و دارایی خود مغرور نباشه. پادشاهی سلیمان علیه السلام توسط کرم چوبخور از بین میره، ولیکن صد و معارب یا بند قوی سبا توسط موشای دشتی از بین میره. الله که وقتی بخواه یک قوم را زبون میکنه به بسیار چیزایی که خیلی اندک به نظر مردم معلوم میشه امور از بین برده میتونه. روسیه روزی بود که هیچ نمیگفت ما شکست بخوریم و حتی کمونستایی که به اون نظریه بودن انقلاب خود شکست ناپذیر معرفی میکردن، لیکن روزی فرا رسید که همین جنرال دنبال چی را گرفت؟ کراچی را شلغم فروشی و کچالو فروشی را شروع کرد. امو انقلاب شکست ناپذیرشان. امو روسیه مبدل به یک مملکت کوچک گشت. الله تبارک و تعالی قدرت ها را در آن واحد اینمی قسم میگردانه او همیشه انسان اینمی طور حالات و تغییرات و انقلابات خود میبینه. امروز دنیای غربم خصوصا امریکا به این فکر نباشه که ما دارنده این قسم نظام و قدرت هستیم. روزی فرا میرسه که امریکا از خود دفاع کردن نتانه، بلکه دیگه ممالک سرش یورش ببره و واره در زیر تسخیر خود بیاره. چرا؟ این نظام دنیاست. الله تبارک و تعالی در این نظام دنیا انقلابات و تغییرات میاره، بله برای بندگان خود الله درس عظیم میده. شکرگزاری نعمت سبب ازدیاد نعمت میشه، لیکن ناسپاسی از نعمت الله، غفلت از نعمت الله، این سبب بربادی است. داستان صبر در این آیات ها الله تبارک و تعالی بر ما پیش میکنه. تقریبا کل وضعیت امو زندگی مرفع از واره در 5 آیت بر ما خلاصه میکنه، ولی نکته های خیلی عظیم برای ما و شماست. لقد کان لسبأ فی مسکنهم، یقینا بود برای سبا. سبا هم نام جای است، مثل که در سلیمان علیه السلام هدهد اول آورد. و سبا نام قوم هم است، یعنی همون قومی که در اون منطقه زندگی کرده بود. یقینا بود برای قوم سبا فی مسکنهم، در جای سکونتشان. او جای متمدن ترین جای بود. آیتون نشانه قدرت الهی بود. بسیار اگر یا فکر میکردن بسیار زیاد الله تبارک و تعالی برای ازیا نعمتای وافر داده بود که او سبب میشد به اینکه میاندیشیدن به این نعمتای الله تبارک و تعالی و الله خدا میشناختن، قدر نعمتای الله را میشناختن. جنتان عن یمین و شمال، دو باغ بود از طرف راست و چپ. وادی بود، دره بود، چون که بند داخلی دره جور کرده بودن، بعد از اون نهرها را از او کشیده بودن، هم به یک طرفی دره هم به طرف دیگه.
و مکمل طرف راست و چپی امی دره یک دم باغا بود. اصلا مراد از جنتان دو باغ کوچک نیسته، یعنی یک طرفی دره هم به مثل یک باغی بسته و طرف دره دیگه هم به مثل باغی بسته. مفسرین ذکر میکنه که میوه از آنقدر وافر بود درختایش که کسی سبد در بالای خود میگرفت تا که از یک نقطه در نقطه دیگه میبرامد، از دست ریختن میوه سبد پر میشد تا اونجا را. حاجت به این نبود که قطع دست میکندن. الله تبارک و تعالی اینقدر میوه را داده بود. و بعضی مفسرین مراد از جنتان دور نمیگیره، اصناف انواع باغها بود از میوه ها، طرف راست و چپ. کلوا من رزق ربکم، الله میفرماید که ما فرمان داده بودیم. معلوم شد که اونجا انبیا علیهم السلام رفته بود، برای ازیا دعوت داده بود، از طرف الله مامور شده بودن بخوره من رزق ربکم، از خوراک پروردگارتان. الله پابندی نمی لگانه سری خوردن، هر چیزی که الله برات داده باید بخو، لیکن شکر گزاری الله را بکن. واشکروا له، قدری نعمت الله را داشته باشه. این نعمت ها را الله براتان داده، این حقوقی که الله وضع کرده در این میوه هایتان، این را باید شما بپردازه. و اینطور نباشه همینطور حالت راحت که براتان حاصل از عبادت الله میشه. واقعا یک وقت و زمانی بود که افغانستان هم عین نمی رقم بود. افغانستان بسیار میوه های خیلی زیاد داشت، آنقدر میوه بود که در منطقه خودی ما میوه بوی میکرد از دستی که کسی خورده نمیتونست. ما خودم دیدم که زردالو را مردم لگن منداخت مشت میکرد تا که او کشتیش از بین بره و خستیش بگیره، یعنی کسی نبود که را کشته بکنه. اینقدر زیاد بود. افغانستان واقعا مرکز میوه بود، دانه بود و سایه های خیلی خوب، هوای خیلی خوب، درختای خیلی خوب. شما یک دفعه در شمالی آلی خو از بین رفته، در زمان سابق میدیدی که چه قسم زندگی بود در اونجا، مردم جور کرده بود. الله بنده های خود مامور به شکرگزاری میکنه. شکرگزاری چی را میگه؟ همین نعمت عقیده بکو که از جانب الله است، کمال ذاتی تو نیست. بسیار مردم ها ناشکری نعمت به این خاطر میکنه که سینه خودم میزنه، میگه مستم که محنت کردم اینطور است، این باغ ما جور کردم، این کارخانه را ما جور کردم، این بیلدینگ ما جور کردم، من اینطور هستم. نه، نسبت نعمت به الله تبارک و تعالی بکن و به زبان اقرار عاجزی و تقصیر خود بکن. پس از او در عمل از همین نعمت الله استفاده مناسب بکن. الله که همینطور موقعیت برای ما داده بود، میتونستیم ما عبادت الله را با چه خوب بکنیم، مسجد ها را جور میکردیم، مدرسه ها را آباد میکردیم، مردم را طرف دین سوق میدادیم. لیکن روز فرا رسید که ما خودم که نفری بسیار ثقه برم قصه کرد که در مسجد گاو داخل شده بود، یک هفته گم بود تا آخر یک هفته بعد در مسجد پیدا کردن. یعنی کسی نبود که در مسجد نماز بخونه، گاو که داخل شده بود دروازه پیش شده بود، پلال مسجد در یک هفته خورده روی بودن. اینی طور حالت در افغانستان آمده که الله انقلاب عظیم آورد، اینطور حالات آورد و ما را اصلا آگاه کرد، بیدار کرد که شما کدام طرف روان هستید. یک توی 6 روز و 7 شب سازنده در دهات ساز میکرد او مردم برش نشسته بود، کسی به دین اعتنا نداشت. ترجمه قرآن در افغانستان نامش دیده نمیشد که همین نام ترجمه قرآن کجاست. درس حدیث اگر کدام جای موجود بود یا نبود، دیگه هیچ گپی نبود. مردم سر رو آورده بودن طرف بیدینی، الحاد، نعوذ بالله. امروز بازم ساعت آمده، بازم طور حالت آمده. الله تبارک و تعالی ماندنی نیست. هر قومی که شکرگزاری نعمت الله را نکنه، تغییر و انقلاب الله میاره. الله بر ما بیان میکنه بلدتون طیبتون، اینمی شهری بود که طیبتون پاک بود. از چی چیز پاک بود؟ یعنی مکمل از لذت، میوه های لذتناک پر بود. اینجا طیبتون گفته پاک بود از لوث، از انواع آلودگی ها پاک بود. نه در اونجا دزد دیده میشد، نه در اونجا آدمای ظالم حاکم بود، نه در اونجا قطاع طریق وجود داشت و نه در اونجا خوشسالی بود، نه قحط بود. در اونجا میوه هایش حاصل خیز بود، زمینا مکمل زراعتی، درختای فراوان، امن و امنیت قایم بود که پشت سر آیت بر ما میگه. بلکه بلدتون طیبتون، خالی از هر نوع رنج، بالکل هر چیز وافر فراوان پیدا میشد. حتی الله تبارک و تعالی تقصیراتشان معاف میکرد، زودی که الله عذاب برشان نمی آورد. و رب غفور، از او خاطر اشاره میکنه پروردگار خیلی مهربان که همچون نعمتها را به مردم داده بود. لیکن چی کردن این مردم متمدن
که اینقدر ذهن شگوفام داشتن، بندار را برای خود جور کردن و گرفتن زمینی که بالکل ویرانه و جای سیل بود، این با چی چیز تبدیل کردن. الله تبارک و تعالی اشاره میکنه که انسان اختیارات در پیش خودت است، از این ذهنت، از این قابلیتت تو استفاده میکنی، خوب یا بد این کاری توسته. اگر خوب کردی اونه دنیای ویران مبدل به آبادی میسازی. امروز اگر مردم افغانستان ما هر کدام تلاش برای آبادی وطن خود بکنه، بالکل آباد است. اینطور نیست. مردم توانایی از این داره که وطن خود آباد بکنه، لیکن مردم نیست. مردم همیشه چشم خود دوخته که جهان دیگه بر ما یک لقمه نان پرته و ما بگیریم و بخوریم، نعوذ بالله. به اون سرحد رسیدیم. از همون خاطر سالا ما اینطور محتاج باقی میمانیم او نمیکنیم که از خود چیز ابتکار بکنیم، چیز محنت بکنیم، خود آباد کنیم. هر چیزی که وا بر ما دستور میده امور کرده رویستیم. امی قدر پول و دارایی آمد برای آبادی وطن، در یک جای بند ندیده که آب گشتانده باشه، یک جریب زمین در زیر آب شده باشه. در امی قدر آب افغانستان یک بندی برق در کدام جای جور نشده، از ممالک دیگه خریداری برق میشه. لیکن امی قدر کمک ها در راه های دیگه مصرف میشه که هیچ فایده به ملت نداره، به مردم نداره. آخر الامر ما را محتاج نگاه میکنه. ما تاسف میکنم که اینجا وزارت پلان کجاست، اینجا همون مشاورین برجسته کجاست، اینجا همون مردمی که اقتصاددان است، وزارت اقتصاد کجاست؟ یا چه قسم میکنه این وطن آباد بکنه؟ به می که به مردم وسایل عیاشی را اضافه بکنه، به این که مردم فقط طرف عیاشی دعوت بده، به این آباد میشه؟ کلا، قطعا نمیشه آباد. آبادی به این میشه که مردم متوجه شوه، مسئولیت شناس شوه، که هر کس بدانه ما چی وظیفه دارم در برابر امسایه خود، در برابر امی شهر خود. امروز ببینی جویا سرکا کلش مملو از کثافات است. مردم حتی اینی قدر گپا نمیدانه، احساس مسئولیت نمیکنه. دونم سرحد رسیدیم. حالی مرد خارجی بیا نمک پاش بده در سرکای ما، در یخکای ما و بیا. بله امی مردم افغانستان امی طور عادت شده و امروز هم امیره انتظار داره که خارجی بیا همه کارای ما را خارجی بکنه، خود چیز نکنه. اینی حالت است. بله الله تبارک و تعالی به این وطن ما واقعا نعمتای گوناگون داده بود، لیکن شکرگزاری نکردیم. الله از قوم سبا یاد میکنه. فاعرضوا، پس یا اعراض کردن از توحید الله، از پذیرفتن دعوت الله، از شکر کشیدن نعمتای الله، یعنی قدر نعمت نشناختن، کم شمردن، غافل از حق شدن. فارسلنا علیهم، ما روان کردیم بالایشان سیل العرم، سیل طوفانی، سیلی که ویرانگر. عرم میگه ویرانگر، خراب کننده را، سخته. اصل عرم میگه کجیره، یعنی سیلی که دیگه چیز باقی نمان. و بدلناهم، ما تغییر دادیم، بدل عوض دادیم، به جنتین، در مقابل دو باغای پربرکتشان، جنتین دو باغی بی ارزش دیگره، ذواتای اکل، که صاحب خوراک یعنی میوه هایی بود، خمت بدمزه، و اثل شورگز بود، و شیء من صدر قلین، یک چیزی از چیستا بیر که خیلی کم بود که خاردار بود. بیر هم دو قسم بود، امو بیر خاردار باقی مانده بود، دیگه میوه باقی نمانده بود. موشه دشتی را الله تبارک و تعالی معذف کرد، دبند چی کرد؟ سوراخ‌ها را شروع کرد. این نمیسته که مردم هر وقت مسئولیت شناس نشوه، یک موش میتونه بند بزرگ خطا بده و مردم کلش تباه بکنه. قدرت های عظیم الله به ادنا چیز از بین میبره. چی درس عظیم است؟ اگر ما حفاظت و پاسداری از تمام منابع عامل منفعه خود نکنیم، او خود به خود از بین میره. ما فابریکه های جنگلک اینجا که کدام کارخانه ها بود، توسط امی مردمی ما، اموی که دعوای اسلام هم داشت، پرزه هایش به نام طول آیین در پاکستان فروختیم، در ایران فروختیم و اینجا فابریکه فل شد، پرزش آلی پیدا نمیشه. مکمل فابریکه ها از بین رفت. کدام جنایت و خیانت نیست که در وطن ما مردم نکردیم؟ کدام جنایت نیست؟ و خوش به ایسته که ما اینی چیزا رفتم نفقه عیال خود کردم یا ما بلدنگ سرش خریدم. اما آدم بر روز قیامت به الله چی جواب میگه؟ که امین مال ملت اینقدر ولسه تو گرفتی، با طول آیین در مردم سودا کرده ای و فروختی و مردم از این کار محروم ساختی. یک فابریکه را کس باز اعاده کرده میجا؟ امو فابریکه های مهم که از رخت ما، از سمنت ما، از همه چیزی ما بود، پس اعاده نمیشه. چرا نمیشه؟ اینقدر پول در دیگه جا مصرف میشه، فابریکه پس ترمیم نمیشه.
که به هزارها نفری ما در اونجا کار کنه، روزگار برش پیدا شوه، کار برش پیدا شوه. من تعجب میکنم که یاد تلویزیونا مصاحبه میکنه که ما چطور پیشرفت میکنه وطن، چطور عجیب است. به الله قسم چوپانم میدانه که کدام کار به وطن مفید است و کدام کار مفید نیست. ببینی یک پول در کوتی سنگی جور کرده، به اندازه توت فایده نکرده. به اندازه توت کجا بود انجینرها؟ کجا چیره میکرد؟ باقی بالا سرکش اسای کنی، دو منزله جور کرد، در زیرش کلان مارکت می آمد، لیکن کجا بود؟ امی قدر پر کرد، دو مرتبه او را پس کشید. ما ایران ماندیم اینجا، خیانت معلوم نمیشه، جنایت معلوم نمیشه، کس محاکمه نمیشه. داد از چی میزنه که ما حکومت و عدالت است؟ بالله قسم این مردم به این عیش و عشرت خود ننازند. روز فرا میرسه که الله از پیشان سوال میکنه، از رئیس گرفته، از مامور گرفته تا رئیس دولت. اینطور خو نیست که مردم مظلوم قرار بگیره و از هیچ چیز دفاع شده نمیتونه. این میسته که ما مسئولیت نمیشناسیم و از بند خود محافظت نکردن، مشت سوراخ کرد، آخر کلشان تباه شد. ما از منابع عمل منفعه خود دفاع نکردیم، نه پولی خود گذاشتیم، نه پولچکی خود گذاشتیم، نه کارخانه خود گذاشتیم، کلش مکمل سودا شده. الله تبارک و تعالی رحم بکنه. از همون خاطر طوفان آمده، اونجا سیل حسی آبی آمده بود، ملک و وطن ویران کرد. سر ما سیل آمد که در هر منطقه بر ما مین کاریده. در هر جایی که ما میریم اولاد ما یک دم دست و پای خود از دست میده. کلگی تکلیف روانی پیدا کرده، تمام مواد کیمیاوی در اینجا مصرف شد. تا کی همین ملت بیچاره فقط امیر انجا و دردار کشیده رایسته؟ این همین سیل است. سیل چراست؟ خود حفاظت نکردیم، از غیرت خود، از دین خود، از حریم خود حفاظت نکردیم. یک نفر کمونیست پیدا شد، کس مانع نبود. موسی در دین خود، عیسی در دین خود. نه، جامعه اسلامی باید جلوگیر باشه، یک نفر نگذاره. دانه فاسد باید در بدن خود نگذاری، علاجش بکنی، او را تداوی بکنی که او سرایت میکنه، تو را از بین میبره. لیکن امید تو را آزادی شد. چی میگفت؟ حالی خب آسان گپ است، دموکراسی است، هر کس که هر چیز میکنه. نه، اگر ما ریشته فدا، اگر ما وکیل و آجی صاحب منطقه هستیم، در مقابل سنت رسول الله خو مجلس ها میتونه که اینجا آدم آمد رفع الیدین کرده نمانشه. لیکن در مقابل مفاسد بزرگ عینی که قرآن میگه، یکیشان با دیگه خود مشوره نمیکنه که همینجا خانه فاسد آمده باید از اینجا کش داده شود، بچای ما خراب میشه. نه، ای گپا نیست. ای ریش سفیدا، ای آجیا، ای وکیلا در روز قیامت جواب میگه که در مقابل دین الله اینطور قیام میکنه، اینطور مجلسا میکنه که پرسان نکن. حالا که یک وهابی پیدا شده، حالا نمانشه، ملا را بند میکنه، با ترجمه قرآن نمیمانه، ملا را بند میکنه که درس نگویه، لیکن با چشم سر خود مفاسد میبینه، کارای غلط میبینه، لیکن بازم مانع از این نمیشه. نه شورا میکنه نه مشوره میکنه. خب میبینه که اینی کارا غلط است، در موردش مشوره نمیکنه. بله، اینمی اعراض از شکرگزاری است. اگر مراقبت نشوه هر چیز ویران میشه. قرآن میره برای ما میگه ذالک جزیناهم، ای بخاطری که ما جزا دادیم، به ما کفرو، به سبب ناسپاسی از نعمتهای الله تبارک و تعالی. نعمت الله را قبول نکردن، الله هم برشان جزا میده. چه نعمت بزرگ! باید فرد افغانستان گریان کنه، وقتی ترجمه قرآن آوازش را میشنوه هر کدامش گریان کنه که الحمدلله آواز کتاب الله را میشنوم و در ترجمه قرآن باید بشینم. شما باور به الله بکنیم، ما همین قدر ترجمه ما ناوقت شد به این خاطر که در مساجد برای ما جای بده. برای ترجمه برای ما کسی جای نداده. برای ترجمه برای ما کسی جای نداره. کافر میره اونجا واکسین میکنه در مسجد، مولای مسجد برش چیزی نمیگه، مردم برش چیزی نمیگه. فاتحه خوانی بدعتی که خودی امی فقهای حنفی ها گفته در مساجد انجام داده میشه. چطور غضب الله نبیه؟ چطور سنگ نباره؟ ما نعمت الله را قدردانی نمیکنیم. چقدر نعمت بزرگ است. سالا ملای ما حتی یک موضوع مسئله را برای ما در عمر نمیگفت. امروز بسته قرآن برای تو ترجمه میشه، لیکن تو شکرگزاری قرآن نمیکنی. در مقابل قرآن در سایسا پیدا کرده رایستی، مردم در تشویش انداخته رایستی، شبه انداخته رایستی که حالا مرکز اینجاست، اینطور است. تو را به الله قسم، وهابی کیست؟ وهابی کی را میگه؟ اول تشریح کن. اگر غیرت داری، مرد هستی، اگر خلاف دین است خود تو مرد واری همینجا بیا در این مسجد استاد شو، بگو که اینی کار ناروا، اینی گپت ناروا. ما خو یک مرد ندیدیم، یک کس ندیدیم که همینجا می آمد و می گفت که اینی گپ غلط، اینی نادرست، اینی ناروا.
جنبه منافقت از خود کردن، به جز از تبلیغات و شور انداختن و شک انداختن دیگه کار نداره. خود شما بگوی که اینجا غضب الله نبیا، اینطور مردم الله غضب نکنه که نعمت بزرگ الله میاد. چقدر شکرگزاری است. الحمدلله ما برنامه خیلی قوی هم نداریم، از طرف کدام مملکت اکمال هم نمیشیم. از کمک و مساعدت چند تن از مخلصین ما که از 50 روپا و 10 روپا چنده را شروع کرده، چند برنامه ترجمه قرآن کریم توانستیم پیش ببریم و تا یک حدی را در جایی که جای نداریم، شما باور به الله بکنید جای نداریم برای تدریس. چرا در یک مرکز خیلی بزرگی که مردم در اونجا زیاد خانه های رهایشی باشه در اونجا ما شروع کنیم. این در شارینو که اینجا جای مرکز رهایشی نیست، در اینجا شروع میکنیم. خب الحمدلله امو کسانی که آمده و دین خدا فهمیدن، زندگی خدا فهمیدن، میدانن نماز چیست، میدانن ایمان چیست، میدانن قرآن چیست، میدانن حدیث چیست، خود الحمدلله شناختن. اینا شما سوال بکنه سر از اینمی ملاها تبلیغات کرده رایسته، ملاها دسیسه انداخته رایسته. این گپی عادی نیست. قرآن میگه هر کس که اعراض از شکر الله میکنه الله طوفان سرش میاره، الله یارو هلاک میکنه. ما هنوزم خوش هستیم که بله چرا معذب به عذاب الله نمیشیم، از اینکه در عذاب بزرگ اختیار نداریم. در مسجدت پاهای ناپاکی کافر داخل میشه، در شبت سری سیاسری پاک دامنت کافر داخل میشه، تو حتی لبت خود شور داده نمیتونی. از اینکه در عذاب بزرگ دیگه کجاست؟ تو مؤمن هستی، تو مؤمن باید دعوت و پیام امن با کافر برسانی. کافر میاد برای تو امنیت میگیره. مرگ برای ما بهتر نیست. ما را میگه وی فتنه را پرتافته، اینجا یهود و نصارا آمده، شما این گپا را گفته رایسته، شماسته، ما خود نو پیدا شدیم، شما خود سابق بوده. خب امین مردم از ذهنیت میداده، امین مردم متفق نگاه میکرده، تنظیم جور نمیکرده، یکی دیگه خدا کافر نمیگفته که مردم غلط و کافر در وطن نمی آمد. تو مولا همین سابق هم اینجا بودی، همین مردم با کتاب الله و سنت رسول الله آشنا میکردی که بازی مردم یک متحد باقی میموند. نه ضرورت به یهود بود نه نصارا دا آمدنش. ولی تو مولا چی کردی؟ تا امروز کور نگاه کردی و جناب پیر صاحب چی نشان دادی به مریدید؟ و جناب مولا صاحب تو چی نشان دادی به مقتدید؟ بگو. یک روز از کتاب الله بحث کردی؟ یک روز از حدیث پیغمبر بحث کردی؟ باز میگی شما آمده فتنه را پیدا میکنی، نفاق پیدا میکنی. ما مردم به وحدت دعوت میدیم، به کتاب الله و سنت رسول الله. این دین الله است. خو این نعمت بزرگ است او تو قطی پای زده رایستی. الله رحم بکنه. ذالک جزایناهم، اینمی تغییرات در زندگی مرافعه امی قوم سبب به خاطر ازی بود بما کفرو، به سبب ناسپاسی از یا انکاری از یا از دین حق. او الله قانون عام اعلان میکنه و هل نجازی، ما نجازی الا الکفور، ما بدل نمیدیم، جزا نمیدیم مگر کسانی که ناسپاس هستند. یعنی کسانی که مرتکب گناه ها میشه، رای حق اعلام میکنه، نعمت های الله را ناشکری میکنه، برالا پس امی قانونی الله است. الله این میطور حالت سرش میاره، امیطور حالت سر ما آمد او میآید. و جعلنا بینهم و بین القرى التي، ما گردانیده بودیم در بین ازیا و در بین او قریه هایی که مراد است، بارکنا و قریه هایی که ما برکت انداخته بودیم، فی او قریه ها مراد قریه های شام است. قرآن ظاهرتا، یک قریه های ظاهرتا در مسیری را که در نظر می آمد معلوم می شد، از یک قریه دیگه معلوم می شد. و قدرنا، ما مقرر کرده بودیم فی بین قریه ها از سیر، فاصله های مناسبه، یعنی رفت و آمدشان خیلی مناسب بود. الله تبارک و تعالی در مسیری را جزیره نبود، دشت و بیابان نبود که اونجا دزد بشینه، اونجا حیوانات وحشی درنده ها پایین شوه مسافر از بین ببره، اونجا ضرورت مسافر پیدا شوه که من یک توشه رقتی خود بگیرم. مسافر ضرورت نداشت سلا رقتی خود بگیره، مسافر ضرورت نداشت که مجموعه مردم یک جا شوه بعد از سفر بکنه، مسافر ضرورت نداشت توشه رقتی خود برداره. چرا؟ قریه ها در مسیری را امیطور، از یکی که خطا میخوردی قریه دیگه شروع میشد، که از دیگه خطا میخوردی قریه دیگه شروع میشد. در بین مسیری را الله تبارک و تعالی امی قریه ها را به این سیستم مقرر کرده بود. سیرو فیها لیالی و ایاما، ما برش گفته بودیم سفر بکنه، فیها در اینمی وادی، در اینمی دره ها، لیالی شبها و ایاما روزها، آمینین به امن، نه درنده شما را کار داره، نه دوست کار داره، نه قطاع طریق کار داره، هیچ چیزی دیگری نی.
اینطور امنیت الله براتان داده بود. افغانستان هم اینطور نبود. یک ملازم مکتب میرفت بسته قریه را تا میکرد. یک ملازم مکتب هیچ چیزام نداشت، فقط نامش ملازم مکتب مانده شده بود. کل مردم قتل صورت میگرفت، قتل صورت میگرفت. بس دیگه قریه ها کوچ میکرد که الا قتل شده. امروز بی ما خود شکرگزاری نکردیم، قدر نعمت الله را نشناختیم که ما توجه به دین میکردیم و اونجا واقعا میدانستیم که دین چی را میگه. حالی که مردم میشینه سابق مولا نبود، بابا و اجداد ما چی نکرده بود؟ بابا و اجداد چی کرده بود؟ چی را خوانده بود بیچاره؟ راستیتان بگی علم بود؟ در بسته در 1000 خانه یک مولوی موجود نبود. یک مولای کسی که خوج حافظ میفهمید فارسی خانی چی میشد؟ 4 کتاب. بس اون مولای بزرگ ما بود. مولای بزرگ ما نمود. فلانی میگه عربی خان شده خلاصه را میخونه، خلاصه را. اما خلاصه کتاب خلاصه ای که به خلاف سنت رسول الله فتواها داده، نصف مسائلش خلاف اسلام است. اونو را میخواند. اونو مولای بزرگ ما بود. امروز طور نیست. شکر نمیکشن که بچه فلانی 10 سال 12 سال رفت، نه از منان طلب کرد، نه چای طلب کرد، نه پول طلب کرد، رفته و این جمع الحمدلله کسایی که حق پرست علماست که پس به از مردم هیچ چیزی را طلب نکرده. کرده؟ قطعا. ما الحمدلله در منطقه خود با مردم درس گفتیم ولی یک 16 پولی را از پیششان نگرفتیم، نه در اسقاطشان، نه در صدقه فطرشان، نه در پوست قربانیشان، نه حتی چیزی دیگر از پیششان طلب کردیم. ولی امیرم یا نمیپذیرن. دستی میگن که وای چرا میگه به معاش درس میگه، ولی جرم آدمی نمیسته. عالما را میجا میگه چرا، از کجا میکنه این قدره، چرا اینطور درس میگه؟ این گپا را گفته رایست. چی را یاد داشتن؟ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا. بله، کلان تراشا سرمایه دارای از یا این دعا را میکرد. غروری از جای قدر بالا رفت، میگه ما باید ممتاز باشیم. مردم یادی و ما کلگی یک رقم هستیم اینجا، کلگی به امن است، کلگی میوه داره، هیچ فقیر و غریب معلوم نیست. نه، باید ما سرمایه دارا یک کمی یک نوع امتیاز داشته باشیم. دعاها را شروع کردن. ربنا باعد بین اسفارنا. معلوم میشه که الله را قبول داشتن، خو لیکن شرک میکردن، ناشکری نعمت الله را میکردن. ای پروردگار دور و دراز کو بین اسفارنا، دوری بنداز در بین سفرهای ما، منزل ما را دراز کو. و ظلموا انفسهم، سری خود ظلم کردن. فجعلناهم، ما گردانیدیم امی مردم، احادیث افسانه ها، ای سخنای عبرت انگیز، مثل ضرب المثل جور کردم شان برای مردم. عربا علی میگه تفرق یادی سبا، پراگنده شدن ای نعمتای سبا. هر کس که حالتش پراگنده شد، عربا میگه تفرقو ایاد السبا، ای جدا شدن مثل نعمتای کی واره؟ قوم سبا واره. قوم سبا نعمتایش تیت تو پاشان شد، اما مردم هم تیت تو پاشان شد.